دقت بفرمایید، سیر مطالعاتی. اگر یادداشت میکنن که بسیار عالیه، اگرم میبینن حتما به دقت کتاب‌ها رو یادداشت بکنن. سیر تاریخی تصوف، یک کتاب در کوی صوفیان نوشته سید تقی اوحدی، صالح علی شاه. این خودش صوفی بوده، بعد از چندین سال که در خانقاه و دراویش بودن برگشته و نقد نوشته. دو کتاب تصوف و تشیع نوشته هاشم المعروف الحسنی، انتشارات آستان قدس چاپش کرده. موضع تشیع در برابر تصوف، داوود الهامی. عمدتاً کتاب‌های داوود الهامی را بخوانید، در نقد تصوف عالیست. معاصر هستن دیگه؟ بله معاصر هستن، جدید مرحوم شدن، خیلی سال نیست که مرحوم شدن. 4 تاریخ صوفی و صوفیگری مال عبدالله مبلغی آبادانی. 5 تاریخ ادوار تصوف دکتر اوحدی. سیر اعتقاداتی، حالا این مقدماتی است، در همین حد کافیه برای افرادی که حتی دانشجوها هم میتونن اینها رو مطالعه کنن، یه سری مطالب دستشون میفته. سیر اعتقادی، عارف و صوفی چه میگوید، آقای جواد تهرانی. نقدی جامع بر تصوف، این ترجمه کتاب الاثنا عشریه مرحوم شیخ خر عاملی است، مال جبل عامله، شیخ خر عاملی، که بسیار کتاب عالی است در نقد تصوف، ترجمه شده، نقدی جامع بر تصوف. سیری کوتاه در مرام صوفیگری محمد مردانی. باز کتاب‌های آقای محمد مردانی خدا حفظشون کنه، بیمار هستن و واقعا مردانه همت کردن. آقای مردانی اینجا یاد بکنم ازشون، و کتاب‌های خیلی جالبی نوشتن تو این زمینه. کتاب‌های آقای محمد مردانی حتما مطالعه بکنن، خیلی عالی است. جستجو در عرفان اسلامی، باز داوود الهامی، اینا سیر اعتقادی است. کتاب حدیقت الشیعه رو حتما تأکید میکنم بخوانن و گوش به حرف صوفی ها ندن که اعتبار نداره. بخش تصوفش، چرا انقدر صوفی با مقدس اردبیلی بدن؟ آبرو براشون نگذاشت، با برهان و استدلال رسواشون کرد. رازگشا کتاب دیگه، کیوان قزوینی. میرزا علی اکبر مصلایی یزدی کتابی نوشته به نام نقدی بر مثنوی، خیلی کتاب عالی است. مثنوی را اگر دیدید نقدش هم ببینید چجوره، محققانه بریم جلو. یک کتاب دیگر، تصوف در یک پرسش و پاسخ، دکتر عبدالباقی گلپینارلی. ایشون یکی از اهل ترکیه هستن، دکترا داشتن و بسیار هم نقاد تصوف بودن، در قونیه هم بسیار رفت آمد داشتن، حتی در قالب بعضی از شروح شعرهای مولوی به شدت به نقد مولوی پرداختن. کتاب بعدی سرچشمه‌های تصوف مال آقای جعفر توانا، اینم بگذاریم. سیر مطالعات اعتقادی. سیر شخصیت شناسی که امروز بخششو پرداختیم، مختصر و سریعتر بگم رد بشیم، زمان کمه. حسن بصری چهره جنجالی تاریخ تصوف، حسن بصری چهره جنجالی تاریخ تصوف، آقای مهدی عمادی. دومین کتاب معروف کرخی ناموس تصوف که آقای بازم مهدی عمادی، چون بود. معروف کرخی نه، مال کرخ بوده، بغداد. معروف کرخی رو اینا آمدن چسبوندنش به امام رضا که این سقای خانه امام رضا بوده. بله. معروف کرخی در حالی که خودشون هم معتقدن مرحوم معروف کرخی از بغداد پاشو بیرون نگذاشت و امام رضا هم هرگز پاشو توی بغداد نذاشت. پس چطور میگی این سقای خانه امام رضا بوده و همون چیزایی که بگذاریم. حالا اینجا اومده شرح داده ناموس تصوف. کشف الاشتباه در کجروی اصحاب خانقاه ذبیح الله محلاتی، این سیر شخصیت شناسیه، ذبیح الله محلاتی. فرقه صوفیان آقای سید محمد محدث، در کوی صوفیان که عرض کردیم، و داوری های متضاد درباره ابن عربی، داوود الهامی، نقد و بررسی ابن عربیه. ابن عربی سنی متعصب، نوشته علامه سید جعفر مرتضی العاملی، صاحب کتاب از صحیح سیرت النبی الاعظم که رهبری هم عنایت خاصی بهشون دارن. یک کتابی نوشتن که ابن عربی سنی متعصب.
یه کتاب دیگه هم هست ابن عربی از نگاهی دیگر، ببینیم نقادانه برخورد بکنم. الان جمعش میکنم آیه گلپایه کنی. ابزار فریبکاری صوفیان سید ملک مرعشی. یک چند تا کتاب هم در مورد فرقه شناسی بگم و تمامش بکنیم. یک، فرقه صوفیان سید محمد محدث. 2، سلسله های صوفی ایران مدرسه 4 3، که کتب داوود الهامی کلا عرض کردم بخوانید. سیری در تصوف مدرسی 4، ابزار فریبکاری صوفیان سید ملک محمد مرعشی و بقیه کتابی که دیگه زمان نداره. خیلی عالی.